язнат нестам. Якмит язнат нестам. Агар аму язнат бошум, аму хвар тапырс, бигу ки ман хишрум ё Муҳаммад Иқбол, иншоалло мана интихоб мекуна. Лек агар куни чиқидаги хапи ҳайвони лаънати. Я риш мана бита мемонум ушкори мана бра хвар тапырс мега маъқул ам тариш. Ями тибра хвар тапырс. Ҷиан тапырс мега ки маъқул ам риш. Тира до очата зани Раҳмонов кардӣ. Марг ба амтари твори опардаки мусалмони бономус ки очаша Шуша Раҳмонов ки давай паженимса неста ки мо туи очаятра даиҷа нақл кунем. Фаҳмидӣ? Дина медонистем ту памперс мепӯшидӣ. Толи ай аму таваллуд нашида будӣ. Падсаб задан за падлоай. Фаҳмидӣ? Казёла пӯшимӣ. Бра дафша. Акай Маҳмуд. Бача музика намонди, ҳамҷа музика мондиса. Домло музика мондиси? Музика гӯш мекунем. Бо хали шогирди Абу Муҳаммад Маданӣ музикаошона бибо. لعنت کرده الله رو فرو رسید الله لعنتش کنه. شما سوال بدید که آیا شما باور دارید که زمین و آسمان و ستاره ها را خداوند آفریده است؟ شما به این سوال جواب نمیدید، نه؟ قرآن انسیکلوپدیا نیست که ما از وی معلومات های علمی را جستجو. چیزی دیگر از استرونومیا از نجوم مرا بسیار حیران میکنه و جانب خود میکشد. این خب بودن همین معنی ها، بودن همین دلیل ها در قرآن است. واقعا هم شما به این چیز توجه میکنید؟ چیزهایی که در قرآن آمده است بسیار چیزهای پریمیتیو و ساده است. عصر 7 پیامبر اسلام حضرت محمد سوال می‌دهند که چرا گرفت آفتاب به عمل میآید؟ جوابی از نگاه علمی درست داده نمید. جوابی از نگاه علمی درست داده نمید. ولی جنبه جهانبینی قرآن کمتر است نسبت به جنبه اخلاقی و اداره زندگی و مقصد علم یا اینکه امکانیت‌های علم هنوز جواب داده نمی‌تواند که مثلا خدا هست یا نیست. برای همین هم در دایره علم هستی خدا را جستجو کردن هم این یک چیزی درست نیست. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم اما یک کسرت کثافت در دین از شام تماشا کنم کاش تماشاش نمیکنم حضرت دین نگوه که خواه ندیدم چی تماشا کنی که نفهمیدم یک بچه تماشا کنم یک ژورنالیست دیگه سوالش میتن نعوذبالله توبه کنم خدا پیغمبر او را دروغگو رو وادیسه این را تماشا کردی؟ نه ندیدم کی چیم رو همون مردک رادیوی وطن در کار میکنه سبحان جلالی ساید همون در برو همونجا دای وجود بدن الله این کار میکنه باور کاملا تماشا کنم والله قسم در تاجیکستان بودم اگر یگان بالا را وسر همون میآورد ما یگان کار باید نکنیم تو یه شهروندمون برادر تو شهروندمون عقیده خی چک کنی در تاجیکستان است مگر همه ایدی نما باور کنه جا قریب روز شد چشم خواه نده برادر گرامی در یک مسئله شهروند عادی یک گپ میزنه آزاده ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم مورم اگر دولت هم گیریم یا آدم بخیزه یا گپ زنه و باید نبری نکشیش عقیده و اظهاری نظر کردن ما یگان کس برای اظهاری نظر زندانی کردنی نیستیم ما میخواهیم که یک دولت اکنه که دولت تمام اقشار مردم زندگانی کنه شما برای یک چیزی که یک آدم گپ میزنه یا ژورنالیست نه کارتون کنه نه یکم پرابلمه گوش کن مدنی تو زمانی تو گفتن که گوش کن تو گفتن که محمد اقبال محمد مدنی تو بخدا یک احمق آدم ای ما
اینه که برای اگر کلام بگیرم به خدا همون مدنی را وایش قبول نمیکنم. لا اله الا الله چی میشه مثلا محمد رسول الله؟ ما ترجمهش نمیدونم، ما که از یاد شده ایم که میخونم. با چی مثلا نمیدونی معنیش چی دعوای مسلمانگری میکنی؟ اکوش همو با عربیه با تاجیکیه با چی خیلیش میشه پروردگار خودش میفهمد. یک رسمی میگه که امام میگه ما میخوام که مسلمانی را قبول کنم. یکی که بگوره بکن بگو اقرار کن مسلمان میشه. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. همین میگه بگو. برای که هیچ معنی دارد چیزش میگوی؟ چه میبرم؟ پیش یا ملو میبرمش یا اون آدم انسانی فقط پیش میبرم 100% دینا قبول میکنم. تو پیش ملو میره کی میم برادر؟ چی گفت؟ خیلی اوسنوش میگم که تعمیره بگو میگم میگه انشالله بو میبرمش خداوند خودش بسم الله هم بگه انشالله پروردگار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی را حمد و شکر و ثنا و ستایش میکنیم که ما بندگانش را از بین میلیون ها و میلیاردها انسان ها به توحید، به اسلام، به ایمان اختیار کرد. خیرش را برای ما خواست و به ما توفیق داد که حق را فهمیم و از اهل حق باشیم، باطل را شناسیم و باطل را ترک کنیم. امروز مسلمانان تاجیکستان در یک مرحله خیلی هم وزنین ترین تاریخ خود زندگی میکنند. فتنه ها در بالای مسلمانان تاجیکستان خیلی زیاد است. از یک طرف ظلم بیدادی از جانب حکومت، از یک طرف عقیده های باطل جهمیگی، از یک طرف بدینی و مجوسی و غیره، و از طرف دیگر حزبی ها، و البته از جانب دیگر ما اهل سنت و الجماعت هستیم که مردم را همیشه به قرآن و سنت، به دینشون، به آداب و اخلاقی که سنت رسول الله هست دعوت میکنیم، به توحید. دیروز به همه شما معلوم است، مشهور است که یکی از بی ادبان، بی اخلاقان، هرزگویان، کسانی که لایق صحبت نیستند، پستان و پسترفتاران، ناانصافان و ناعدلان و ناانسان ها به مانند محمد اقبال صدرالدین برنامه به نام خطر تکفیر کرده. در اونجا ما رو دعوت کرده بود که من حاضر نشدم. سبب حاضر نشدنم یکم این است که من محمد اقبال صدرالدین رو انسانی یک لایق صحبت نمی شمارم. این رو یک بی‌ادبی، هرزگویی، یک تهمتگری ناانسان میدانم. انسانی که از همه مرزهای حیا، از همه مرزهای شرم گذشته، انسانی که نه به فاحشگی و نه به زبان فاحشگی، به تمامی حالتها گذشته، به این انسان رفته در یک مجلس نشستن صحبت کردن شرمندگی است. به این انسان تهمتگری که دروازه در تهمتش نداره. ما بالاخره احمق نیستیم. محمد اقبال بی شرم و بی حیا و شرمنده را آخر کی بودنش میدانیم. از دهان او، از حیات او، از دزدی او، از شرمندگی او باخبر هستیم. ناآدم و ناانسان و تماما حد و حدود دایره نه شرعی، دایره اسلامی ندارد، آداب اخلاق، نه دایره انسانی، نه دایره انسانی ندارد. کسی که همکاری برافیزه و همکاری به یهود را افضل از مسلمان ها میدان. این دعوت کرد به خاطر همین ما گفتیم کی است که ما به این رویم؟ این کدام پست است؟ البته ما را دارد تهمت میکند، شانتاژ میکند، تهدید میکند، ما را تهدید میکند. این تروریست، محمد اقبال تروریست تهدید میکند. این بوز ما را تهدید میکند. تهدید به چی؟ همه عیب‌های به گردنت میگیری. ای تو کی؟ ای بزغاله، ای شرمنده، ای فاحشه، تو کی که به ما به گردن ما عیب میمونی؟
پس همه عیب‌هایی که از جانب حکومت تاجیکستان به گردن تو مونده مگر راست است؟ ای محمد اقبالی فحاش، تو عیناً همون معامله رو به ما میکنی که از حکومت آموختی. عیناً همون حکومت به تو چی معامله کرده باشد، چگونه معامله کرده باشد، به تو که سخت رسید همه جاتا ویران کرد. اکو تو همون تاکتیکه حکومت که به بالای تو را کبوتر گفتند، افغانستان به این کرد گفتند، همه فحش و فحشه به سرت موندند، شاهدای آوردند، راست بود دروغ بود والله اعلم. عیناً همین تهمت به سر ما به طریقه دیگر آوردنی. نه، نمیتوانی. مردم مسلمان تاجیکستان آدمی با آداب رو از بی آداب فرق میکنن. آدمی فحاش و فاحشه رو از یک مرد با آداب و اخلاق مسلمان جدا میکنن. مشرک خبیث فروخته شده رافضه رو از یک موحد مسلمان اهل سنت و الجماعت فرق میگذارن. محمد اقبال صدرالدین، مردم مسلمان تاجیکستان رو مرده نگو، همه رو بی عقل و مثل خودت بی ادبی فحاش نگو. مردم الحمدلله بیدارن. مسلمان ها میفهمند که کی حق و کی باطل. مسلمان ها فرق بین توحید و شرک، مشرک و موحد به میرن. یک مشرک خبیث رافضی فروخته شده یهودی تو امروز آمدی به بالای ما تهمت ها میگذاری. به تهمت کردن خیلی احتیاط باش که به سر خودت میبر. اولا به سببی من ببینید، من 5 سال و 10 سال پیش برنامه داشتم که خطری یا بگویم تاریخ سیاه حزب نهضت و قتل و کشتار و ظلم بیرحمانه اونها مسلمان های تاجیک رو گفتنی یک برنامه من 10 سال پیش داشتم. این سلسله برنامه، اما به خاطر اینکه اینها هم به مخالف ظلم هست و اگرچه مشرک باشد ما شرکش بیان کردیم، این مشرکین حزبی ها از راهبرش تا پایانش که اینا فهمید همیش مشرک کفار است، ریش میماند، دین میدارد، نماز میخواند، اینا همیش کفار مشرکین رافضه هست. ما گفتیم خیر بالاخره مشرکین باشدن به مخالف ضد ظلم است، این صحبت نکردیم. لیکن به سبب برنامه‌ای که محمد اقبال صدرالدین به سر ما شب و روز تهمت کرده شده است، ما خاموشیم، ما در حالت ادبیم، ما در حالت دعوت و مشغولیت علم خود ما هستیم. اومده ما را میخواد که شانتاژ کند، اومده میخواد که ما را تهمت کند، اومده میخواد که ما را ترساند. این فحاش فاحشه، این شرمنده، این کبوتر فکر کرده است که ما میترسیم. این شرمنده که شرمندگیش 2 جهان قریب گرفت، این فکر کرده است که ما میترسیم. من توف کردم به تو و پسی تو ای زمیجاز به سبب صحبت های آخری طعنه های بیجای نهضتی ها این مشرکین خوبست ها، ما برنامه جدید رو انشاءالله شروع میکنیم. هر هفته نام برنامه ما تاریخ سیاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و قتل و کشتار و ظلم آنها به بالای مسلمانان اهل سنت تاجیکستان از روز تولد سید عبدالله نوری سرشوی اینها، عقیده او چگونه به حزب آمدن شروع میکنیم. ممکن 100 حلقه، ممکن 2 سال 3 سال رفتن میگیره. به این برنامه هایمون دیگر علما، دیگر محللین، دیگر آدم هایی که سیاستدان و اینها هم انالیتیک هستن جمع میکنیم تا امروز آمده میرسیم. از سرشوی حزب نهضت مشرکین، تاریخ سیاه اونها، چگونه سر شدن، چگونه در تاجیکستان جنگ، کشاکشی بین نهضت، علمای اهل سنت کشتن، در افغانستان چی شدن، تاریخ محمد اقبال در افغانستان به شاهدها، به کجا گریختنش، به کی همکاری کردنش، از اونجا به پاکستان، از اینجا به دبی، در دبی پول مردم را چخیل دوزیدن، به داغستان چخیل رفته دست و پاشد بحث داغستونا چیکار کردن. همه این مردم روس زبان، تاجیک زبان، فارس زبان را جمع میکنیم، ما انمی خیر رفتن میگیریم، انمی خیر رفتن میگیریم. شما فکر نکنید که ما برنامه نداریم. این برنامه من ازیاد میدونم 100 حلقه را همین حاضر به شما میگم، یک تاریخ محمد شریف احمدزاده کتابی نوشته او عقیده اینها از اول
دموکراتی از اول رافضگی بودنش و جنگ اونها، مسلمان کشی اونها، صلح در اساس 30 در 70 در درون تاجیکستان، خیانت های اینها مسلمان های تاجیکستان را به نام سلفی گفته دیله تیار کرده دادنشون. تاریخ محیدین کبیری، تاریخ فرزندهاش، تاریخ محمد اقبال و فرزندهاش و زنهاش، تاریخ هر یک حزبی رؤساش از منطقه خودم و تا دیگریش شروع میکنه. وقتی که اینها آداب و اخلاق دشمنی را نآموختند، وقتی که اینها دشمنی را در یک آداب و اخلاق رمکه عمومی دشمنی مخالفی نداشتند، اینها مبارزه عقیدوی ما را، همین فکری ما مخالف فکری حزب نهضت است، همین اینا دشمنی میدن. یعنی اینها با دعوای دموکرات میکنه، صدقه دموکرات شد کذابین این دیکتاتورهای حزبی ها. یعنی میگه که تو حق نداری که یک عقیده دیگر، یک فکری دیگر مخالفی ما داشته باشی. محمد اقبال میگه که یا فکری من میگیری یا ما به تو تهمت میکنیم، همین تهمت از این را که گردنه بمیگیری. ای احمق، تهمت فقط تو نمیتوانی، تاریخ تو را به تهمت میگویم، شرمنده این دنیا و آخرتت میکنم. فقط نوم فامیله من و رسم من و جای من دونستم که اینو من تهدید میکنم. من توف کردم به این تهدید تو. من یگون جای ترسی ندارم، من یگون به کسی بدی نکردم، تا به حاضر یگون کسی رو فتوای بد ندادم و بدی نکردم، یگون کسی رو ندزدیدم. لیکن ما تو را تاریخت رو میدانیم، تاریخ اولادت رو، گذشتت رو، حاضرت رو. و به سبب محمد اقبال صدرالدین شدت ما نه فقط محمد اقبال صدرالدین، به هر کسی که در گرد اطراف محمد اقبال صدرالدین است، از محیدین کبیری شروع کرده تا دیگرش ما هم شروع میکنیم. تاریخ شما، تاریخ فرزند، تاریخ خیانت شما، کذابین شما، تهمت که شما میکنید، ما حقیقت کتی به شما جواب میدیم. حزبی ها در یاد داشته باشید، شما کفار مشرکین رافضه مرتدین، شما رافضه کفار مشرکین مرتدین، شما دموکرات ها انا خیلی به شما معامله میکنیم. الجزاء من جنس العمل، جزا از جنس عمل است. من وقتی که 7 سال پیش میخواستم که خیانتی حزب نهضت، تاریخ سیاهی حزب نهضت و خیانت و قتل و کشتار و ظلم اینها به مسلمانان تاجیک اهل سنت گویم، برادران موحدین گفتن که حالا شرط نیست، علما گفتن که حالا شرط نیست، منم گفتم شرط نیست. ما گفتیم تا روزی که اینهای نهضتی مشرکین، این دیکتاتورهای رافضه‌ای، این شیعه های ایرانی، این ایران بفروخته شده ها، اینا شروع نکنن ما کار نمیداریم. مرحمت خود اینا شروع کرده، تهدید به بالای ما شروع کرده، ما هم ضد این ایرانی های رافضه شروع میکنیم. چخیل به ایران بردن مردم، چخیل فروختن مردم، نهضتی ها، چخیل محمد اقبال در افغانستان چیکار کردنهاش، در پاکستان، در کتاب های چخیل دیگرها ترجمه کند به نام خودش گرفتنش دروغ، چقدر فریب، زنای این آن همیش میریم، لازم باشد میریم. ما فکر نکنید که نمیدونیم، میدونیم، اما ما تا به حال همچون یک مخالف فکری به شما معامله میکردیم، برای که ما میدونیم که امروز تو یک فکر داری، من یک فکر دارم، تو من بد میبینی به خاطر فکری من، اندیشه من تو را به خاطر فکر تو اندیشت بد میبینم و قبولت ندارم. لیکن چی مشکلی دارد؟ آیا ضرور است که من مثل فکری تو شم؟ آیا من تو را مجبور کردم که محمد اقبال یا محیدین کبیری بیا فکری منو بگیر، اگر فکری منو نگیری من تو را فلان پسمدام میکنم؟ من نکردم. لیکن شما تروریست ها، شما آدم کش ها، شما رافضه ها با همون منهج ایران پیش گرفتید، با همون منهج ایرانیتون پیش گرفتید که یا سخنی ما را میگیری، یا فکری ما را میگیری، یا گروه پوسیده فاحشگانه ما به میبرایی، یا ما تو را نابود میکنیم، یا ما تو را قتل و کشتار میکنیم. این خور ریزاننده ها. اکنون اولین نقطه برنامه ما را فهمیدید، بله؟ سلسله برنامه، یک برنامه دوم تحلیل محل سیاسی. انشالله یکمین تحلیل محل سیاسی ممکن امروز یا فردا شروع شد. ما درباره حزبی ها اکنون یک نه 3 برنامه میکنیم. اینها آدم هایی که به اینها معامله آدمگرانه کرده ایستاده بود، همچنین یک مخالف فکری معامله کرده ایستاده بود، به تهدید گذاشتن.
اینها فکر کردن که به تهدید این دو فاحشه بزیچه کبوتر ما میترسیم. شرمنده ها. اقبال تو کتی شیشتگی آدم ما شرمنده میگیم، تو کتی گپ زدگی را ما شرمنده میگیم، تو کتی نشسته گپ زدگی را طرف توی مشرک میگیم. فهمیدی تو چقدر آدمی پست هستی در نزد ما؟ فراموش نکن تو پستی. تو به یک شیمی کستومت برآمده 200,000 پدپیش کرد که تو هیچی نمیشی، پدپیش که تو 10 میلیون شد تو شرمنده مشرکی، تو رافضه ای. اکنون مسئله دیگر، نکته دیگر در این مسئله همین است که یکمین جوابی ما سلیمان تروریست یک بچه‌چه کودکی که است، یکی از نحستی‌های فرزندش. من به سلیمان خطاب کرده میگم برادرها به من ایصال کردن دیروز این کودکچه شاگرد محیدین کبیری، شاگردی که محمد اقبال میبراید، فاتح مشرک به میگوید که ابو محمد اول گفت، شاگرد ابو محمد گفت، اینو آن میگه که گویا من گفتن باشم که کافرها را، زنهایشان را بدون نکاح زنا کردن درست است، همچون کنیز. اولا کسی که همین گپ میگوید یک گمراه، یک جاهل، یک حرام کرده الله حلال کرده است. این به دلیل میرسوند، اگر دلیل قبول نکند همین خیلی آدم کافر میشه. یعنی آدمی که میگوید که زنهای کفار کتی، یهود، نصارا، من نمیدونم دیگرها کتی به نکاح زنا کردن جایز است، اینها کنیز است یا اینها محارب است، زنهای اینها کتی تجاوز کردن یا بگیم زنا کردن درست است، کسی بگوید این سخنش یک سخنی جاهلانه، گمراهانه و کفر است. یک باره کفر نشدن کفر است. اول این به حجت میرسونید، میفهمونید، اگر قبول نکند کافر است. این خیلی من با الله قسم میخورم والله بالله تالله که این مسئله رو 15 سال پیش میدونستم. در مدینه منوره وقتی که ما سال 2010 سیاست و شرعی را میخوندیم این مسئله رو ما گذاشته بودیم. وقتی که همین فتنه سال 2020 در یکی از منطقه ها خست، بعضی آدم ها به سبب جهل انمین فتوا را دادن، من بودم که این پیشی فتوا را گرفتم. من بودم که به همراهی برادران طالب علمان اهل سنت ما بودیم که خستیم گفتیم که این جهالت است، این احمقی است. اما حزبی ها، این رافضه ها به مانند امامشان خمینی، این خبثای مشرکین، این فروخته شده های دست ایرانی ها، اینها غیر از تهمت دیگر کار ندارند. از همین کلانش تا خردش، از زنش تا مردش، این مرضای دنفحاشا فقط تهمت میکنند. مخالف به طاقت مردانوار ایستادن ندارند. مثل زنهای فاحشه تهمت میکنند. یک کودکچه برآمده است، یک کودک مشرک برآمده است، من تهمت میکنه. البته که از عقیده من برادران و خواهران باخبر هستید. بار دیگر باخبر شوید که بدون نکاح به یهود و نصارا علاقه کردن اینها کتی جایز گمراهی و ضلالت است و این زنا است. اگر کسانی که این عقیده را دارند باطل است عقیدهشون، و اگر کسی همین به ما نسبت کرد کذاب است و ما چی میگیم؟ ولعنت الله علی الکاذبین، الله لعنت کند کاذبان را. ای سلیمان، الله لعنتت کند به این دروغگویی. الله در زندگی آینده را تو را لعنت کند به این دروغگویی. الله به این تهمت های کرده ایستادگی تو کودکچه، الله لعنتت کند در آینده از این گفته ها پشیمان شوی. ما به شما حزبی های ملعون و مشرکین، متهمان اهل سنت کش، ما چگونه معامله کنیم؟ ما به شما خوبسا ما چگونه معامله کنیم؟ غیر از لعنت، غیر از الله طلبی لعنت به شما دیگر چیزی نمون. الله لعنت کند تو محمد اقبال را که تهمت به سر مسلمان ها میکنی و این کودکچه را لعنتت کند. الله جزای تو را به پدر و مادرت بدید. یکم اولا ما جواب دادیم که دروغ است. ثانیا این سلیمان، انمی سلیمان حزب نهضت، این یک تروریست به گفت خودشون. موحدین کبیری برآمده میگه که ریشدارها مسلمانای اهل سنت در اروپا اینها تروریستی میکنند. برای چی؟ میگه که ریش میمانند بشرشون تروریست است.
این سلیمان ریش ندارد، یک کوسه مردار است مثل خود محیدین کبیری بیریش. لیکن از درون تاجیکا در اروپا کی تیر پراند؟ به من تاجیکا بگوید، تاجیک مسلمان، تاجیک غیر مسلمان، هر تاجیکی که در اروپا هست بگویند که یگان نفر بجز نهضتی ها در سنتر اروپا تیرپرانی کرد؟ به آدم تیرپران نه، غیر از همین سلیمان. این سلیمان از نظر خودی حزب نهضتی همون شرکی این یک تروریست است از نظر خودش. در مرکز اروپا تیرپرانی کردگی همین است. هیچ کس تیرپرانی اولی نکرده در اروپا. لیکن این متهمان با دیگران را تهمت میکنه. یکم تهمت اینها، یکمین جواب اینها گفتم که دروغ است، این تهمت است. جواب دوم اینها، دومین مسئله، محمد اقبال و محمد اقبال مشرکین لعنه الله و عبدالرحمن فاتح مشرک لعنه الله و این خبثای ملعونین پیروان این خبثای مشرکین لعنهم الله اخزاهم الله میگوید که تکفیر میگد یک کس رو وقتی که تکفیر کردی خون مالش رو یعنی حلال کردی میگه. ما میگوییم که این سخن شما تکفیری ها، سخن شما ای حزب نهضت مشرکین، سخن تو ای محمد اقبال خونخوار است، سخن تو هستی. شما حزب نهضت مشرکین هستید که یک نفر مشرک گوید یا کافر گوید زنش حلال میگید، خونش حلال میگید و یا میکشید. چخیلی که در سال 1992 تا 97 5 سال هزارها مسلمان رو کافر گفتید و کشتید، خونش حلال کردید. کافر گفتید و زدید و کشتید، پول مالش گرفتید. این فهم شما قبوری مشرکین است. فهم اهل سنت و الجماعت در بالای تکفیر این چنین نیست برادرای عزیزم. اهل توحید ما میگوییم، اهل سنت علما گفتن هر کسی که کفر اکبر و شرک اکبر رو کرد اسم رو میگیرد، نام کفر و نام شرک میگیرد. شرک اکبر کرد مشرک، کفر اکبر کرد کافر، اما خونش و مالش حرام می استد. خون مال او را بجز یک حاکم قاضی سود مسلمان اینه برده دستگیر کرده، شنانیده، حجت رسانیده، یعنی بالاخره خون مال یک انسان تکفیر شده در دست قاضی، در دست پادشاه، در دست سودیه است، سودیه که به حکم الله رسول بود. ما مسلمان ها یک نفری شرک اکبر کرده و کفر اکبر کرده رو مشرک و کافر میگیم. به خاطر چی؟ تا که توحید و شرک از همدیگر جدا شود، تا که مشرک مسلمان، مسلمان مشرک نگوییم، تا که دین الله نابود نشود، تا که منهج الله فرستاده رو گمراه دیگر نکنیم، بلکه دین الله بین مسلمان و مشرک، بین موحد و مؤمن فرق میگذارد. برای همین به ما واجب است که وقتی که یک نفر را دیدیم که شرک اکبر میکند، به مانند اینکه سجده به قبر میکند یا طواف به قبر میکند یا مراجعت به محکمه طاغوتی میکند، ما نمیگه که مشرک است، اما خون مالش حرام است. خون مالش باز میگردد به حاکم. هر کس آدمی تکفیر کردهش رو، خون مالش رو حلال گفتن به حق ندارد. این منهجی نهضتی ها است که یا منهج خوارج ها و نهضتی ها است که یک نفر کافر کنه خون مالش حلال میگه. این منهج خود قبوری ها است، این منهج رافضه ها است، این منهج من ایرانی ها است. اهل سنت کافر میگن خون مالش حلال میگه. فهمیدید؟ برای این اهل سنت کشته خون مالش حلال کرده میگیره. و رافضه ها این منهج به نهضتی ها تعلیم دادن. همین نهضتی ها، هم محمد اقبال و غیره، اینا عقیده را از رافضه گرفتن. عقیده قبوری همین است، تکفیر کردی خون مالش حلال کردی میگن. این منهج رافضه است، منهج قبوری صوفی است. منهج اهل سنت این خیلی نه. تو تکفیر میکنی خون مالش حرام میست. یک آدم جاهل کافر و مشرک گویی هم حتی جهنمی نمیگویی اگر جاهل باشه.
برای آن که جهنم رفتن وابسته به علم است، شرطش علم است. الله در قرآن میگه که و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما هیچ کسی رو عذاب نمیدیم، یعنی خونش حلال نمیگوییم، پولش حلال نمیگوییم، مالش حلال نمیگوییم، اینا جهنمی نمیگوییم تا زمانی که به او حجت نرسه. برای همین یک نفر مشرک گفتی، کافر گفتی، معنایش این نیست که خونی وی حلال، پولی وی حلال، نه، این خیلی نیست. یک آدم جاهل باشد، اگر وی مشرک گویی وی حتی جهنمی نمیگویی. برای چی؟ برای که آدم جاهل این دنیا شرک اکبر کرد، مشرک باشد، در روز آخرت امتحان میشه. آدم جاهل وقتی که شرک اکبر، کفر اکبر کرد، این آدم مشرک گفته میشد، اما خون مالش حرام است، اینه برده نصیحت کرده میشه. مسئله قتلش، خونش، مسئله پول مالش، این به حکومت ربط داره، به قاضی ربط داره. هر کس از پیش خودش کارم باق نداره. انا این است منهج اهل سنت و الجماعتی که ما 10 سال یا 10 سال زیاد باز گشته و برگشته تکرار میکنیم. این خوب است با همین راه های تهمت میخواهد چهره ما رو به مردم سیاه نشان بده. با همین تهمت میخواهد چهره ما رو، نمود ما رو، دعوت ما رو به همون حکومت های دنیا سیاه نشان بده و میخواهد که ما رو، دعوتمون رو یگان لقب دیگر ماند. اما و مکر و مکر الله والله خیر الماکرین، مکر کردن، الله اینها را به مکرشان گرفتار کرد و خودشون مکر کرد. الله بهترین مکر کننده آن است. و ما میگوییم فسنصبر و عند الله تجتمع الخصوم، صبر میکنیم، در نزد الله این خصومت ما جمع میشود. ای پیروان محمد اقبال، ای پیروان حزب نهضت مشرکین، شما بدانید که این حزب رافضگی است، این حزب دموکراتی شرکی و کفری است، این حزب در دست پرورده ایرانی است. مقصد اینها، مقصد محمد اقبال و این دو سه کودکانش نابود کردن اهل سنت، نابود کردن طالب علمان اهل سنت است. ما در این سلسله برنامه‌های تاریخ سیاهی این حزب و خطر قتل و کشتار اونها ظالمانه مسلمان‌ها را بیان میکنیم که چقدر علمای اهل سنت را اینها به حکومت امام علی فروختند و کشتند، چقدرش را خودشون پرانیدند و کشتند. ما اینها را بیان میکنیم، همه اینها را بیان میکنیم. برای همین ما اولین حلقه‌مون تهدید اینها به جواب دادن بود، تهدید محمد اقبال زن مجاز به جواب دادن بود. دوما تهمتی که این سلیمانی تیرپران کننده تروریست در حق ما کرد و گفت که اینها زن این میگود و آن میگود، این به جواب دادن بود. و مسئله دیگر یک نقطه علمی تکفیر بیان کردن بود. ابن تیمیه رحمه الله در کتاب مجموع الفتاوی مجله 20 صفحه 37 و 38 میگوید ان الله سبحانه و تعالی فرق بین الاسماء والاحکام و جمع بینهم في الاسماء والاحکام والاثم يثبت قبل الرساله و بعد الرساله. یعنی ببینید اسما و احکام، اسما نام گذاشتن، یعنی اسم، یک کس شرک کند مشرک گفتن، یک کس کفر کند کافر گفتن، این اسما هست. اما احکام حکم، مثلا خونش، مالش، جهنمی گفتن. ابن تیمیه رحمه الله در این مجموع الفتاوی میگن که الله فرق کرد، فرق گذاشت بین اسم ناموندن یک کس مشرک و یک کس کافر گفتن و بین حکم، یعنی خون و مالش و عذابش فرق گذاشت. در بعض حالت گفتن جمع می شود، هم اسم و هم حکم، در بعض حالت جدا می شود. اما اسم پیش از رسالت، پیش از حجت رسیدنم، بعد از حجت رسیدنم، پیش از قرآن و سنت رسیدنم اسم گذاشته میشه. یک نفر شرک اکبر کرد، جاهل باشدم این مشرک میشه. کفر اکبر کرد، جاهل باشدم، مقلد باشدم، مختی باشدم، اینا کفر گفته میشه. اما حکم مشرک، حکم کافر، خونش حلال کردن و مالش حلال کردن و جهنمی گفتن، اگر حجت نرسیده باشد و جاهل باشد به بالای این تطبیق کرده نمیشه. خون مال اینا
بجز حاکم هیچ کس از پیش خودش یک کس تکفیر کرده حلال کرده نمیتونه. انا این است منهج ما که ابن تیمیه رحمه الله بیان کرده، همه علمای اهل سنت و جماعت بیان کرده. اما محمد اقبالی این بلبالی که هر زگو این کی است تو منهج اهل سنت چیست؟ این کی است؟ این یک دزد شرمنده. این در کدام نزد علما و اهل سنت خونده است که این مسئله رو فهمید؟ غیر از منهجش، غیر از همون حزبش پیش بردنش دیگر هیچ چیز ندارد. غیر از مردم جاهل را که علم ندارد، همونها را خیزاندن و همونها را جوشاندن و همونها را به قتل و کشتار بردن، دیگر هیچ چیز ندارد. چرا 5 سال پیش نه 10 سال پیش نه مردم تاجیک لقبشون در روی دنیا تروریستی به مشهور نشده بود؟ چرا مردم تاجیک اینچنین مثل امروزه معامله نمی‌کرد؟ برای آنکه 5 سال پیش 10 سال پیش محمد اقبال و این حزبی ها در آنلاین هر روز برآمده در پخش مستقیم مردم حکومت زن شما فلان کرد، ای مردم مادر شما حکومت تجاوز کرد، ای مردم شما را حکومت تجاوز کرد، ای مردم خیزید کفانید خودتون، اینا نمیگفت. برای مردم آروم زندگی میکرد. اما این مردم جاهلی که مثلا از اسلام خبر ندارد، از علم دنیوی خبر ندارد، از علم دینی خبر ندارد، روسیه می آید، در روسیه عذاب میکشد، هر زندگی عذاب است، مشقت است، در همه جا مشکلی وجود دارد. این جوانهای مسلمان تاجیک یا مسلمان یا غیر مسلمان تاجیک که نه علم دنیوی دارد نه علم دینی دارد، این جوانها را محمد اقبال و امثالش حزبی ها 10 سال باز این جوانها را به احساساتش کار کرده شده است. به این جوانها 10 سال باز میگه که امام علی رحمان اولاد امام علی، حکومت تاجیکستان زنی تو را تجاوز میکند، مادری تو را تجاوز میکند، مادرت تجاوز کرده است، پدرت تجاوز کرده است، زناتون دادید. محمد اقبال صدرالدین ملتگرا مردم سوخته به احساساتش بازی کرده. چی میگه؟ میگه یک حکومتی رود مردم مردهای سوخت زنشانه به حکومتی میدادند و بعد از این که حکومتی در اومده زنی سوخته را فلان کرده برایت، بعد از این مرد میگفت است که ینگت چخیل یافتی، زنی من به تو معقول شد یا نمیگفت است. به احساسات مردم بازی میکند، به احساسات جوانهایی که علم ندارد نه دنیوی نه دینی بازی میکند. 10 سال باز اینها مردم نمی خیلی گفته است ای حکومت شما را تجاوز کرد، حکومت مادرت فلان کرد، دخترت خودت فلان کرد، خیز گفته. البته این جوانها میخیزد، بعد میرد خودش میتر کند، بعد میرد خودش میکفاند، بعد میرد چیکار میکند؟ بعد میرد همین با کشتاری سالی 1992 1995 100,000 200,000 300,000 1 میلیون آدم میمرد. اینها در اروپا مزه کرده میکردن. مقصد این خوبه همین است. لیکن اینها که خستند و به سر ما تهمت کردند، خستند و ما را ترسانیدنی شدند، خستند و این تروریست های رافضه ایرانی های یهودی ها ما به تنبیه گذاشتنی شدند. ما سلسله برنامه های 2 برنامه، یکمیش تاریخ سیاه حزب نهضت و قتل و کشتار و ظلم اینها بر سر اهل سنت تاجیک، از همین اولش تا آخرش تا همین روز و بعد از این تحلیل محل سیاسی شروع میکنه. اینها کتی آدموار معامله کرده نمیشست. با همین این 2 تهمت ما بیان کرده. انشالله در حلقه آینده دیگر مسائلی که از علمی هست و اینها جوهلا بیان کرده نتوانستند البته ما بیان میکنیم. مسئله تکفیر مطلق و تکفیر معین، مسئله تکفیر بارک الله فیکم بالعموم، مسئله عذر بالجهل، مسئله تکفیر مسلمان گفته کی میگه؟ قبر پرست اینا مسلمان میگه. ما قبر پرست تکفیر کنیم اینها چی میگه؟ مسلمان تکفیر کرد. ما رافضه را کافر میگیم اینا مسلمان میگه. ما رافضه را کافر میگیم اینا میگه مسلمان تکفیر کرد. نه، ما مسلمانه که الله و مسلمان گفته که تکفیر نمیکنه. آدمی که مسلمان است، نماز میخواند، شرک اکبر نمیکند، کفر اکبر نمیکند، رافضه نیست، قبوری نیست، ما باید تکفیر نمیکنیم. ما مردم تاجیکستان و هر مردمی که نماز میخواند و کفر اکبر شرک اکبر نمیکند
خود در تاجیکستان، ازبکستان، روسیه، اروپا، امریکا، سعودی، مصر، پاکستان، افغانستان است. ما این مردم مسلمان میگیم. وقتی که مردم عامه، مردم عادی نماز میخواند، شرک اکبر نمیکند، قبر پرستی نمیکند، درخت پرستی نمیکند، آدم پرستی نمیکند، رافضه شدگی نیست، صحابه ها را مرتد نمیگوید، قرآن این کار نمیکند، الله رسول استهزا و دشنام نمیکند، مسلمان عادی الحمدلله یک تا پرست رفته نمازش خونده آمده گشته است. زنی که نماز میخواند حجاب میبندد و کفرش ندارد، این مسلمان است. انا این مسلمان تکفیر کردن ما خوارجی میدونیم. خوارجی اینا را تکفیر میکنند. اما کسی که خودش مسلمان میگوید و رفته قبر پرستی میکرد، این مسلمان نیست. کسی که خودش مسلمان میگه و رافضه هست، قرآن انکار میکند، سنت انکار میکند، صحابه ها را مرتد میگه، مادرمون عایشه را فاحشه میگه، اعوذ بالله کافر است. ما اینو کفر میگیم. لیکن اینا هم مسلمان میگه. ما تکفیر کنیم، اینا میگن شما خوارج شدید، مسلمان رو تکفیر کردید. قبر پرست و رافضه را اینا مسلمان میگه. خیر بالاخره در حلقه های آینده، در ردهای آینده همه این مسائل جواب گفته می شود و اینها را به اذن الله رسوایشان میکنیم. تاریخ خودش اهل اولیش ما هم شروع میکنیم. راست که آدموار معامله نکرد، انصاف نکرد، الجزاء من جنس العمل.